سلامت باشین. حکومت دستگیری میکنین؟ البته. همتون سرجمی هم رو گفتن که متحدی از اونجا گفتن روزی که رحیم همین کم کم رو خود مردم موتیواسیا میکنه که همه وقت در خدمت خلق تمام تاجیکستانی ها باشد. اینجا پس نیست اینجا جهت دولتی صادر شده کل داخلی که میکنن مرامت در جویا بوجه مقام در کسب کارشون بریزه و برکت در تن جونشون. مرکز خدمترسانی زیارتشاب طول یک چند وقت می شود که توابت گیمرید بهر میزاجان خود کشاده اعلام کرده است. شخصانی که در مسکو و مسکوسکی اوبلاست می باشند می توانند که به سراغ ما انا همون دکان خاکسارانه تاجیکانه ان شاء الله مراجعت کنند برای توابت گیمرید. توابت گیمرید وابسته از حالت بیمار بوده از 4 تا 8 ساعت دوام می دهد و با داروهای گیاهی که از کتاب ابو علی ابن سینا گرفته شده است توابت کرده می شود. چون همیشگی برای توابت گیمرید حجامه و دریافت کردن داروهای گیاهی به دکان خاکسارانه ما تشریف آورید. تنتان صحت باشه. سلامت باشین. پیشروی است و بودی است یک کوزکی است و یک تعلیم تربیت بهترین پروژه است. خودم خیلی کم تر کوشش کنیم که باید گریم دیوارو را ساز کنیم، باید رمشایی کنیم. سلامت باشید. شما مینداره شما که شما تشبسات حکومت دستگیری میکنین. همتون سرجمی هم رو گفتن که متحدی از اونجا گفتن روزی که همه مردم متحد شده از دیگه وقت هم یک جویا همه گروه جمعی که هستن دستگیری که هستن بسیار کاری خوبه. سلامت باشه. سلامت باشه. مادر حجازی باشد انشالله با هم کدوم گراجانی یعنی کلمات میکنیم. شهروند فخری. فخری شده انشالله. السلام علیکم دوستان عزیز. تشریف محترم گنرال نماینده پیشوای ملت محترم جناب عالی انشالله در ناحیه فرخار جماعت ظفر دهه نوبادی بالا برای ساختن و بنیاد راه که با دستگیری نمایندگان حاجی عزیز که همین کار آغاز کردیم انشالله که امروز سفر محترم گنرال رئیس ناحیه و تمام مقامات ناحیه فرخار به نام سمت جماعت ظفر دعاگو باشند که خداوند راه ما یک راه خوب و زیبا شود که همه وقت در خدمت خلق تمام تاجیکستانی ها باشد. دوره در حق ما بنده ها فراموش نکنید.
شغله بعد خیلی خوب شد. جرا محترم جناب علامت شوش کرده خیلی خیلی خوب جمعیت یک فرصت دستگیر کردن ارزش دو وقت خوب Più pasta e cuore, io mi trovo la necessità di godere. Ma forse non اینجا پس نیست اینجا اینجا خیلی اوجه پیشنهاد شده اینجاش خیلی مدرس شعبه کار داخلی هست نه رئیس جماعت میگن من رئیس مراجعت کنید زعفر از ده خونه دیولش خفا میبره تمام دیگه یکون جوی بحث هم اینجا معلوم خودش مفهمیدم باید حجت دارد این صدر شعبه کار داخلی که میخواین مرامت یک جایی با مقامات حکومتی هست حتما اومده زمینش معین میکنن ترتوار پیاده‌گر همش معین میکنن خفا میبره تمام بخره اصلا رفت دگرز نباشه مردم بیچاره دگو میرم میبینم شب نیمه شب اینجا هم خطیز میرود دیگه مشکلی خطرش هم زیاد میشه برای مردم الان رئیس یک دفعه بزنم بخونیم نه همه قریب هم هست اینا بچه ها در همجا کردنیسن دوستان عزیز خاکی جرم گرفته سبینا خود پایونا اینا دوستان عزیز الحمدلله راه را نگاه کنید کدام راهی که در اینجا همه سنجید بود محکم بود ادنسترانی بود نگاه کنید امروز چه خیلی شده اینا تا بارشوه گیسه تا اینا کلمه رو کسا نگاه کنید همه تکنیک ها کار کسای سلامت سربلند باشه برادرها یک کم از دو کم از اینا اکسکوات را میفرورن اومدن برای راه یک قسمت دیگرش زیرا کشود کردن اینا دوستان عزیز ماشاءالله اینا بچه‌ها همه زاده جماعت ظفر و بچه‌های حاجی عزیز اینا اکای سید جعفر جون همه در همجا کاتوچی گریدر اینا حضرت یک دوم تا برای آبادانی که کار در یک جای اومده جای ننگ نموز دای حرکت کنین مبلغ را پارتوین ان شاء الله که صندوق را یک بکوبین دلار را شامل کنین ان شاء الله این عمر پگا نمیدونیم چی گم میشود صدقات میمونه تو وقت کمی رو با مردم خدمت نکنه ثواب و اجرش نصیب تو میشه حضرت جان الهی امید خداوند مهربان خبرگار کسی که در هم روی خیر سلطان میکنن خیرش در دستگیر خدمت کنن خبرگار دوی معامله ها عبور شوند کسی که فهمش نمیگیرن خداوند برکت در کسب کارشون بریزه و برکت در تن و جانشون بله جناب عالی دویم در همه گپو در همه کارش تاکید نکنه که راه رو سوز کنیم حضور رحمت عبودی کنیم برای خب حضور رحمت با عمر منصور و با اکای رحیم جون سلامت باشید خب اکای فضلو قتل حضور رحمت کی دستگیری میکنن با دستگیری همه ها ایشالا با همین عبود میشوند تانی ساعت دیلی بیغم شمتاو وقتی خش آسودگی فرزندگوشون دوی ما ببینن در تن جانشون برکت عطا کنه سلامت باشید دوستان عزیز همه برادرها حرکت کنین یک جای هم بشه میسوزیم ان شاء الله این راه را با فخر میکنیم که راه را ما ساختگیم خداوند نگهبان تو چکورا پرتوی سلام علیکم چیکاری بابا جون ما رحیم همین کم کم راه ها مردم هم موتیواسیا میتید سلامتی ها خوبه چیکار ای بابا چیکار شده سای شاءالله خدا برکت دنیا را در خلق کنه پروردگار همین چه مراد مقصد جای خدا حاصل کنه کم نکنه گوی سلامت باش بابا جان خوش اومدی خوش اومدی